بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان غیور ایران زمین. سحرگاه جمعه 23 خرداد ماه رژیم صهیونیست بار دیگر دست به حملات خونباری علیه کشور ایران زد. ما دانشجو معلمان شهر زاهدان تصمیم گرفتیم در نماز جمعه میون جمعیت قرار بگیریم و از نظرات و دیدگاهشون راجع به جنگ در حال وقوع سوال بپرسیم. سلام آقا، وقت شما بخیر. خبرایی که امروز صبح بیرون اومد شنیدید؟ بله شنیدم. اون لحظه اول چه احساسی داشتید و به چه صورت این خبرها رو شنیدید؟ خب خبرها رو ما از تلویزیون شنیدیم و خیلی ناراحت کننده بود. سرداران ما شهید شدن. یه خبری توی گوشی همراه من دیدم و بعد تلویزیون روشن کردم و پیگیری کردم خبرها رو. ما داخل این اینستاگرام این خبرها رو شنیدیم، واقعا شوکه شدیم. ببینید ناراحت کننده بود و نیاز اینکه باید به حملات خارج از عرف اسرائیل پاسخ محکم بدیم. حقیقتش من دیدم که به قول اخبار روشن بود. من دیشب داشتم اخبار نگاه می‌کردم، بعدم دیگه خوابیدم تلویزیون روشن بود. همون لحظه‌ای که حق شد که این شهدا شهید شدن، من لحظه وایسادم، موندم، یعنی اصلا مغزم سوت کشید. خواب بودم و از خواب که بیدار شدم گوشیمو که برداشتم دیدم این خبر آقای سلامی به شهادت رسیدن. سریع برفتم پدرم گفتم خیلی ناراحت شدن و سریع شبکه خبر رو زدیم و دیدیم که بله آقای سلامی و آقای باقری و چند تن از دانشمندان به شهادت رسیدن. به درود و سلام بر شما جوانان، آقایون، برادران عزیز. آیه دل مردم رو اسرائیل بگیرید، نگذاره اینجوری پر رو بشه، نگذاره این ترام دی ارزه اینجوری پر رو بشه. این نقشایی که ترام بازی میکنه اینا نقش شیطانه، نقش شیطان اول. خدا نالتش کنه انشالله. فکر میکنین ایران باید چطور به این قضیه واکنش نشون بده؟ پاسخ ایران باید کوبنده باشه. مطمئناً پاسخ کوبنده باعث بشه که دوباره از این غلطا نکنه. ما از ابتدا هم نباید خیلی ساده و سهل‌انگارانه راجع به این موضوع مثلا برخورد می‌کردیم. اگر وعده صادق 3 اجرا می‌شد اینا تا حد زیادی بازدارنده بود. به نظر من ایران باید مقاومت کنه و اصلا نباید تسلیم بشه. تحت فرمان ولی فقیه هرچی ولی امر مسلمین دستور دادن همون امر رو باید انشالله انجام بدیم. بعد اصلا به قولی با خاک یکسان کنه تل آویو. اصلا من دیگه واقعا چون مردم هم زدن دیگه، حالا ایران قطعا چون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میگه که مردم که نباید زد، ما با خود رژیم دشمنیم به گفته رهبری، ولی اینجوری که مردم میزنن، این رفتاری که من انسان میگم، من به عنوان ایرانی میگم، بعد مثلا بزنه کلا نابود کنه هر اسرائیل و رژیم قاسم صهیونیستی. باید هر چه زودتر پاسخ بده و رژیم صهیونیستی رو نابود کنه. باید جواب ایشون را مثل خودشون بهشون برگردانند. به امید خدا رهبر فرزانه ما هر چی که فرمودن همون باید انجام داد. من از شما میخوام، از دولت آقا میخوام حکم جهاد بده. من با همین سن، من با همین وضعیت، اگر بیش از 2000 تا 5000 تا اسرائیل به درک نرسونم آدم نیستم. به نظر شما مردم الان باید چه نقشی ایفا بکنه؟ مردم باید حضور پرشور داشته باشن، حمایت کنن از نیروهای مسلح، پشتیبان نیروهای مسلح باشن، حمایت کنن و تو تجمعاتی که میشه بر علیه اسرائیل و آمریکا شرکت کنن. آرامش رو باید حفظ بکنن، اینکه به شایعات توجه نکنن و یه سری اخبار توی فضای مجازی داره توی رسانه ها پخش میشه که اینا صهیونیستیه، مراکز مختلفی رو ما زدیم و این داستان. نه، هر چیزی که واقعیت هست و نیاز هست مردم بدونن از تلویزیون داره پخش میشه و آرامش خودشون رو حفظ بکنن. اینکه ما باعث بشیم که خودمون مردم باعث بشیم که اخبار کذب منتشر بشه و در واقع روان اجتماعی کشور به هم بخوری کار درستی نیست و یکی از نقشه‌هایی است که در کنار جنگ فیزیکی حتما اسرائیل داره اینو پیگیری میکنه. مردم باید پشت دولتشون وایسن و همینجوری از دولتشون حمایت کنن. پشتوانه رهبری و دولت باشند.
مردم همین که نشون بدن ما پشت نظامیم تمام. بیان داخل خیابونا دفاع کنن از ایران، از مردم. مثل سالهای گذشته باید پشت رهبری رو داشته باشن، اتحادشون رو داشته باشن. خدا من به حق آبرو فاطمی زهرا به شما هم عمر با عزت بده که بتونین آی دل مردم را از اسرائیل امریکا بگیرید. این ترام بیورزه، بی غیرته، بیورزه، بی غیرته. یک غیرت داره نماد مردم رو گیر ترور کنه. هر یک ایرانی بیش از 100 امریکایی رو بلاکت میرسه، به درکسیان میرسه. توی این جنگ در حال وقوع جناب عالی اعلام آمادگی میکنید؟ بله مطمئناً. 100%. من حتی از همون لحظه اول در واقع از طریق هر چی که در دسترسم بوده تو فضای رسانه‌ای اعلام کردم و این خواستار این در واقع مقابله هم هستم. حتی اگر نیاز باشه به نیرو، نیاز باشه به کمک، اولین نفر من هستم. اگر در هر نقطه‌ای و در هر شرایطی نیاز به نیرو هست، نیاز به همکاری هست، هر همکاری تو این محور حتما من هستم. 100%. حتما بود. حتما. انشالله. بله قطعا ما پشت نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی میستیم تا آخرین قطره خونم. بله خیلی ممنونم. و در آخر ما دانشجویان هم اعلام آمادگی میکنیم برای دفاع از وجب به وجب خاک میهن عزیزم. ممنونم از نگاه گرمتون. صدق الله العلی العظیم.